به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با رمانی زیبا شروع میکنیم. رمانی از سگانه محمد علی که نام این سگانش مشی و مشیانه هستش که در اختیار منه و قرار امروز برای شما کشفش کنم. داستان آفرینش نخستین زن و مرد در اساطیر ایرانی. این کتاب در سال 1386 چاپ اولش بوده که توسط نشر کاروان در تهران چاپ شده و همکنون در اختیار من هستش. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. راویان قصه های سگانه روز اول عشق زنانی هستند که در کنار مردان بزرگ میزیستند و تا کنون به چشم نیامدند، چرا که در کنار هر مرد بزرگ و خداگونه زنی میزیسته است در شأن و منزلت او که خود عاشقی بی‌نظیر بوده است، در حد اسطوره ها و افسانه ها و قصه هایی که تا کنون خوانده ایم. سگانه روز اول عشق: 1. آدم و حوا، اسطوره آفرینش. 2. مشی و مشیانه، اسطوره آفرینش. 3. جمشید و جمک، اسطوره نخستین شهریار 7 اقلیم. مشی و مشیانه، دومین قسمت از سگانه روز اول عشق، داستان آفرینش نخستین زن و مرد را در اسطوره‌های ایرانی باز می‌گوید. محمد علی در این اثر در کنار بازگویی اسطوره خلقت نوع بشر و رویارویی اهریمن و کیومرث، نخستین انسان و مرگ اندوهناک او در تنهایی و رستاخیز مشی و مشیانه، از نطفه او روایتی بسیار جذاب و عاشقانه از کیهانشناسی و رویکرد ایرانیان به جهان و آفرینش ارائه می‌دهد. محمد علی از نویسندگان به نام ادبیات داستانی امروز ایران است که به همت شخصیت پردازی‌های دقیق، فضاسازی سینماگونه و خلق فضای تعلیق که در تمامی رمان‌هایش موج می‌زند، طیف مخاطبان ادبیات امروز را به خود جلب کرده است. محمد علی یک نویسنده معاصر است. نویسنده است که در عصر و زمانه خود زندگی می‌کند و آلام و شادی‌ها و دغدغه‌های مردمانش را به شکل ادبیات برمی‌تاباند. محمد علی نمی‌تواند بی‌تفاوت از کنار جامعه و آدمیانش بگذرد و این چیزی است که ادبیات معاصر ما بسیار کم دارد. با من همراه باشید که کتاب رو ورق بزنیم. ابتدا با شعر زیبا از فردوسی حکیم. تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یکسان روش در زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز و معنا برد. بخش اول: افسانه آفرینش جهان و زندگی و مرگ کیومرث، نخستین انسان و نخستین پادشاه ایرانی. در احوال ریواس عاشق. ریواس که میدونیم گیاهی از سیره ترشک‌ها یا هفت‌بن‌ها که گونه خوراکی هستند و بر اساس این اسطوره مشی و مشیانه از آن به وجود آمدند. مشیانه همسر مش، مادر تمامی پسران و دختران گیتی. مش نیز پدر تمامی دختران و پسران گیتی است. هر دو از پشت کیومرثیم. ما آریاییان ایرانی و هندی هزاران سال است که پدر خود کیومرث را نخستین انسان و نخستین پیامبر آفریده اهورامزدا، آن سرور دانا می‌دانیم. کیومرث با عشق زیست و با عشق خاموش شد، چرا که اهورامزدا در جهان مینو به او و به ما آموخت چنین بیندیشیم که تا زنان و مردان بسیار بسیار عاشق نباشند، جهان سامانی نیکو نگیرد.
چنانچه عشق به درآمیختگی نباشد، موجودات زمین دوام نیابند و رو به تباهی روند. پس گیتی از آن رو ماندنی و پایاست که عشق ماندنی و پایاست. عشق سبب پیوند دو تن یا جذب یکی بر دیگری است و میوه این کشش‌ها و کوشش‌ها هیچ نیست جز دوام نوع بشر، تا آنان که از پس ما به زمین میآیند به هم عشق ورزند و ستایشگر آفریننده عشق باشند. در جهان سراسر روشنایی مینو، آن سازنده عشق گیتی را با شور میآفرید، با مهر تیمارش میکرد تا به نیکی و خرسندی به ما بسپرد، تا ما نیز بگسترانیم و با قصه ها و افسانه ها به آن معنا بخشیم. روزی اهورامزدا در بحبوحه آفرینش گیتی چون خورشیدی گردان به ماه تابان آمد. پنداری جهان مینو برپا خواسته و تماشایش میکرد. ارواح آدمیان به صف شدند تا آن خورشید گردان بگوید چرا به ماه آمده و چون ماه شده است. آن عاشق بزرگ فرمود که در آینده نزدیک شما مردمان رسمیت می‌یابید، یک به یک. پس از کیومرث و مشی و مشیانه به زمین می‌روید. از پشت بدران خود فرود می‌آیید و مادران شما را خواهند زایید. آیا می‌دانید زمین چیست و کجاست و در پی چه وظیفه‌ای به زمین می‌روید؟ آیا می‌دانید جاودانه زیستن و با رویای خوب کنش زیستن و عشق ورزیدن و معشوق بودن چه معنایی دارد؟ نخستین بار بود که سربهر آدمیان مقابل اهورامزدا به صف می‌ایستادند، چون هیچ یک حتی نام و شاخصه‌ای از آینده خود و زمین نمی‌دانستیم. همگان سکوت کردیم. شاید برخی از ایزدان و برگزیدگان پاسخ را می‌دانستند، اما سخنان اهورامزدا چنان بر دلها نشسته بود که کسی را توان پاسخگویی نبود. آنگاه اهورامزدا با نگاه پرمهر و سبزش سوی کیومرث که نمی‌دانستیم پدر ماست برگشت تا با او سخن درآید. کیومرث در آن لحظه از زمان در تابش رشته نوری رنگارنگ شبیه قوس قزحی بود در آسمان آبی و چون عاشقی خاموش و شیفته چشم به دهان معشوق دوخته بود. گفتگوی راهنما. باری عشق بود که روان پدرم کیومرث را پیش از فرود به زمین به پرسش واداشت تا اهورامزدا نیز راز آفرینش جهان مینو و گیتی را برای او بازگوید. پس ما نیز آگاه شویم از آنچه در هنگامه آفرینش نخستین انسان بر دو جهان می رود. روان پدرم گفت چون من بر پیروزی آیین تو بر کیش اهریمن چشم دوختم، پس تو نیز با خرد خویش مرا آگاه ساز که جهان را چگونه آفریدی. فرمود چنانچه چنین استوار به دوگانگی میان دو آیین مزدا و کیش اهریمن میاندیشی، آگاه باش که من خورشید و ماه و ستارگان و مجموعه دو جهان گیتی و مینو را چنان به گردش در میآورم که هرگز از چرخش باز نمی ایستند. از نیروی من است که نور خورشید و ماه می افزایند و دیگر باره می کاهند. بنگر این چنین که یک باره می توانم روز را شب و شب را به روز تبدیل کنم. می بینی؟ اکنون شب است، حالا روز. روان کیومرث گفت می بینم. آری می بینم و می دانم که آبها و گیاهان را آفریدی و به بادها و ابرها تندی و شتاب بخشیدی و به جانوران جان می بخشی. اما چگونه؟ آیا به یک اشاره انگشت یا به قدرت اندیشه؟ فرمود چون قدرت و درایت من از منبع نور و اندیشه پاک سرچشمه میگیرد، بی چون و چرا اجرا می شود. بنگر اکنون آن چند کبوتر و عقاب و ماهی جان میگیرند، در پی خوراک خود میروند
تا در آینده به تو و فرزندان تو خدمت کنند. روان پدرم گفت آنان را دیدم، اما قادر به دیدن تو نیستم. تو خودت را بر من بنما تا ببینم چگونه به موجودات گیتی جان میبخشی، چگونه به آنان عشق می‌ورزی تا صاحب فرزندانی چون خود شوند. فرمود من آفریننده نیکی‌ها و پاکی‌ها در جهان سراسر روشنایی زندگی می‌کنم و اهریمن در جهانی سراسر تاریکی روزگار می‌گذرانند. من در دانایی و خردمندی از اهریمن کم دانش و فرومایه برترم. روان کیومرث گفت به درستی دریافتم، از سر احتیاط اسراری را پنهان می‌کنی. اکنون بازگو، جهان اهریمن نیز به پهناوری جهان توست؟ فرمود آری، پهناور است و از همین رو بایست از آن دوری کنی. اما آگاه باش که جهان روشنایی و تاریکی از یک سو بیکران و از سوی دیگر بسته و میان این دو جهان تهی است و هرگز به هم نمی‌رسند. روان پدرم گفت از ایزدان شنیدم جهان تاریکی آسوده نخواهد نشست و چنانچه اهریمن آزاد باشد در دل آفریده‌های تو رخنه می‌کند و آنان را به منش خود متمایل می‌سازد. اکنون بازگو چه چاره‌ای اندیشیده‌ای؟ فرمود من به اهریمن خواهم گفت ای پلید، بیست، زمانی محدود را برای کارزار خود مقرر کنید. آن اهریمن که از نادانی خویش آگاه نیست خواهد پذیرفت. پس من در مهلت خود موجوداتی به نام انسان می‌آفرینم. روان کیومرث گفت و آنگاه؟ فرمود بیاری فرزندان تو بر اهریمن غلبه می‌کنم و پیروزی خویش را در روز رستاخیز جشن می‌گیرم. روان پدرم گفت مرا در چه هنگام جان می‌بخشی؟ فرمود تو را در 30 سال پایان 3000 ساله نخست که هنوز گیتی سراسر نور و روشنایی است جسمیت می‌بخشم و به زمین می‌فرستم. روان کیومرث گفت سپس؟ فرمود 3000 سال دوم را من و اهریمن هر دو بر عالم فرمان می‌رانیم. جهان از خوب و بد من و او در این دوره آمیزش نصیب می‌برد. دوره‌ای که فرزندان تو نبایست فریفته اهریمن شوند. در 3000 ساله سوم است که من به یاری فرزندان راستگفتار و نیککردار تو بر اهریمن و لشکریان او میتازم و نابودشان میکنم. روان پدرم گفت چنانچه در پایان 3000 ساله دوم اهریمن قدرتمند شود چه؟ فرمود سرودی مقدس میخوانم. اهریمن ثلث اول آن را بشنود خمیده، با خواندن ثلث دوم از فرط ناتوانی به زانو افتاده و چون ثلث آخر سرودم را بشنود درمانده به جهان دوزخی خویش پناه میبرد. حجت با زنان و مردان. همان گونه که آن سرور دانا به پدرم کیومرث وعده داده بود جهان را در طی 360 روز بیاراست. هر پدیده را بر جای خود نشاند. هنوز دو جهان گیتی و مینو نیمروز بود. تیرگی شب و درخشندگی روز همچنین جنبش و حرکت نیز نبود. دو جهان تاریک و روشن در سکوت و آرامش میزیست. هنگامی که گیتی آماده حضور انسان شد، اهورامزدا روان آدمیان را به تمامی فرا خواند. پس خود چون خورشید تابان از ماه فرود آمد. چشم یاور او پشت سرش و کیومرث مقابلش ایستاده بود. من و مش پشت کیومرث و دیگر فرزندان صف به صف پشت سر ما. من تنها می دیدم کسی که جلوتر از ما ایستاده است نور چشم اهورامزداست. فرمود مردمان بدانند اکنون جهان را برای کارزاری 3000 ساله با اهریمن آماده ساختم. کیومرث پدر شما را
به زودی به زمین می‌فرستم تا زندگی کند و تجربه ها آموزد. به سروری و پادشاهی رسد و سرانجام راهنمای شما فرزندانش باشد تا شمایان زمین را از وجود خشم و آز و دروغ پاک سازید. پس از او نوبت مشی و مشیانه است و پس از آنان یک به یک نوبت شما مردمان. پنداری به فرمان اهورامزدا یک گام به جلو رانده شدم. گفتم هنوز که انسانی به زمین روانه نگردیده تا دروغ رواج یابد. فرمود همزمان با ورود انسان به زمین دیوان دروغ پرداز و فتنه انگیز نیز فعال می شود. گفتم چنانچه فرزندان کیومرث زمین را از وجود خشم و آز و دروغ پاک سازند، پاداش آنان چه خواهد بود؟ فرمود سعادت دو جهان به آنان ارزانی می شود و در جهان جاودان من به جسم و روح آرام می گیرند. گفتم چنانچه نخواهند. فرمود چنانچه از نبرد با اهریمن برکنار بمانند، هر چیزی که باعث شادکامی، آسایش زندگی و سعادتشان می شود رو به کاستی می رود. گفتم مشی و مشیانه چند سال دیگر به زمین خواهند رفت؟ فرمود آن دو 70 سال دیگر از پوست گیاه ریواس بیرون آمده جسمیت انسانی می‌یابند. گفتم جسمیت مشی و مشیانه را بر من بنما تا ببینم چگونه انسانیت. فرمود صبور باش که 70 سال در جهان مینو از 1/7 شبانه روز نیز کمتر است. چنین شد که روان بسیاری از زنان و مردان آینده خواستار پیکار با اهریمن شدند تا در پی آن رستگاری و زندگی جاوید یابند. سپس آن سرور دانا به کیومرث چنان خیره شد که چشمان پدرم روشنی کامل گرفت. بصیرتی یافت خاص خود. کیومرث گفت ای روشنی بخش چشم، مرا بر من بنما. فرمود به سمت راست خود بنگر. تو سرور زمین خواهی بود و پادشاه کوه‌ها، دشت‌ها. تو پلنگین پوشی خواهی بود که با گرز گران ایمان و نیزه نوک‌تیز شجاعت به جنگ اهریمن برمیخیزی. پدرم گفت آن همراه و جفت من کجاست؟ فرمود تا کنون به آفرینش او نیندیشیدم، اما اکنون همراه تو گاوی بسیار سفید میفرستم. نگاه کن، او سالار 4 پایان اهلی است. هر دو در مرکز زمین فرود میآیید. آب و گیاه را بیاری گاو میگمارم تا به کمک آن نیروی فراوان گیرد. هنگامی که نسل گاوان پدید آمد، آنان کار میکنند، میزایند و غذای روزانه فرزندان تو را فراهم میآورند. آگاه باش که تمامی آفریدگان زمین به نیروی آب پدید آمده و می آیند جز تو و آنگاه که گوهرتان از نور و آتش بیدود است. تو بینا و گویا و شنوایی و مردمانی که از نسل تو پدید می آیند تنها به شکل و اندام تو خواهند بود. روان کیومرث گفت ای دادار پاک رنگین، من نخستین انسان با کلام راستین تو بنیاد دین را میپذیرم. سرنوشت زمین را از بی‌معنایی و بی‌هدفی نجات میبخشم. بن نیکی را به تو و بن پلیدی را به اهریمن نسبت میدهم. فرمود چون به نیکی میدانم که تو نخستین پیرو من، نخستین جسد خواهی بود و خود را فدای پایداری زمین در جنگ با اهریمن میکنی، من نیز به تو 3 چیز ارزانی می‌دارم. نخست اراده و اقتدار سگ زرینگوش است تا بر پل چینوت بایستد و راهنمای فرزندان نیکندیش تو باشد به بهشت جهان میرو. دوم چیز آتش آذرگشت است که در پادشاهی یکی از نوادگان تو بر کرانه دریاچه خسرو فروزان شود. سوم چیز
آن ماهی بزرگ نهنگ است که به یاری او فرزندان تو از دریاها بگذرند و به دیگر اقلیم‌ها روند و حماسه انسانیت و انسانی زیستن را گسترش دهند. روان پدرم گفت آن مشی و مشیانه یا چند تن از فرزندان مرا بر من بنما. فرمود در جهان مینو کسی مجاز نیست جز ایزدان کسی را بشناسد. کیومرث گفت صاحب آن صدای زنانه و پرسشگر که بود؟ فرمود ای کیومرث صبور باش که 70 سال در جهان مینو از 1/7 شبانه روز کمتر است. جسمیت پدرم در زمین. آنگاه که اهورامزدا چون رنگین کمانی بی انتها ظاهر گشت، سر فرود آورد تا به روان کیومرث که از روشنی و فروغ آسمان آفریده بود جسمیت ببخشد. گفت نخستین انسان را با عشق آفریدم تا او نیز با اهریمن نادانی بجنگد. پس از کیومرث به روان گاو جسمیت بخشید و گفت نخستین حیوان 4 پا را پدید آوردم که به انسان خدمت کند. پس هر دو را در صبحی بسیار بسیار روشن در میان شادی ایزدان و فروهر آدمیان جهان مینو به مرکز زمین فرستاد تا در کرانه رود دابیتی فرو نشینند. فاصله آن دو از هم برابر قامت هر کدام بود و هر کدام از آب به اندازه قامت خود فاصله داشت. اما توضیح در مورد فروهر داده. فروهر در دین زرتشت صورت غیرمادی هر یک از مخلوقات است که برای محافظت از آسمان به زمین فرود می آیند. روح همراه زاده شدن انسان به او دمیده می شود. اما در اوستا مثال فراوان داریم که فروهر و روان طوری با هم ذکر شدند که قهرن بایستی روزی به هم متشبه گشته این دو را یکی بدانیم. اهورامزدا چشمان کیومرث را روشن آفریده بود تا عظمت گیتی و عمق هستی را بهتر بشناسد. گاو نیز چون کیومرث چنان سفید و درخشان بود که گویی نور از اندام او عبور می‌کرد. کسی در زمین نبود تا تن چون ماه آن دو را ببیند جز اهریمن که بر آفرینش آنان بسیار حسد می‌ورزید. پدرم کیومرث می‌دانست که گاو چه جایگاه بلندی دارد نزد اهورامزدا و چه مرتبه‌ای خواهد یافت نزد ما مردمانی که از پی او می‌آییم. پس او را نوازش نمود و با خود دوست گردانید. آن دو هیچ نمی‌خوردند و نمی‌آشامیدند. سخن نیز نمی‌گفتند. چون زمین بی حرکت و بی جنبش بود، چون باد و باران و برف نبود، چون دریاها بی تلاطم، کوهها بی آتشفشان، درختان پرشاخ و برگ اما بی ثمر بود، گذر زمان نیز طولانی به نظر می آمد. روزی کیومرث جنبشی در زمین احساس کرد. پس سنگی عظیم از سینه کوه جدا شد و غلتان و مهیب به رودخانه افتاد و آب را پراکند. کیومرث از بیم بسیار به سرعت پای خود را جمع کرد، فریاد برآورد: آیا من در نزد اهریمن چنان خوار و بی‌مقدار جلوه‌گر شدم که این گونه قصد جانم کرده است؟ از پس احساس خیسی و سرمایی گذرا رعشه‌ای گرفت که از درون و برون لرزاندش. با خود اندیشید: آیا اهورامزدا سرنوشت من و این گاو را واگذاشته به ایزدی ناشناخته؟ اما زود پشیمان شد. نمی بایست به هیچ روی شک کند. چه پنداری با کمترین تردید شکافی پدید می آمد در عقایدش و اهریمن نیز از همانجا یورش می آورد. مطمئن بود آن خیرخواه بزرگ خیرخواه آدمیانی است که هرگز شک نمی کنند به نیکی و راستی و روشنایی هایش. پس آب نیز روشنایی بود، حتی بر تن گاو که مو بر پوستش راست ایستاده و چشمان بزرگش گرد شده بود. در آسمان ابری کنار رفت و ستاره‌ای درخشید. ندا آمد: به چه می‌اندیشی ای کیومرث؟ گفت:
این ستاره درخشان، فرو افتادن آن تخت سنگ نشانه به جنبش در آمدن زمین بود و برخاستن من و این گاو زبان بسته. فرمود سنگ را اهریمنت جا کند تا میزان هوشیاری تو را دریابد. در میانه گفت و شنید اهورامزدا با کیومرث، گاو شروع به نالیدن کرد. چنان ناله‌ای سر داد که پنداری جهان بیکران و بی جنبش را به لرزه در می آورد. کیومرث از ناله‌های بی امان او به فغان آمد و گفت که ای درخشنده توانا، پیش از هر چیز با اندیشه نیک این گاو نوچشمی خود را خشنود گردان. او اکنون پنداری به بند تو گرفتار آمده، به او قدرت بیان ده تا من نیز صدایش را بشنوم. گاو سر به سوی آسمان گرفت و خروشید: ای رباینده هوش، مرا به چه قصد روانه این زمین کردی؟ کیست آن گستاخ که خشم شاخهای تیز و نیرومند مرا به جان بخرد؟ فرمود به هنگام خواهی دید و از دیدارش به خروش میایی. گاو فریاد برآورد: ای آفریدگار، من جز تو دوست و جز اهریمن دشمنی نمیشناسم. مرا با دست کیومرث به کار وادار. به نیروی تن من همان گونه که وعده داده ای بهروزی و شادکامی را برای برزیگران به ارمغان ببر. فرمود جز کیومرث چه کسی قادر است از چهارپایان چراگاه‌ها کشتزارها پاسداری کند و جلوی دروغ و خشم و آزار را بگیرد؟ گاو فریاد برآورد: چنانچه کیومرث را به این منظور نیافریده‌ای، از میان مردمان یکی را خود برگزین تا من این چنین بی وظیفه نمانم. فرمود خشنود باد ماه درخشان که نطفه گاو زورمنده مرا در خود نگاه می دارد. خشنود باد تو که نطفه انواع گاوان و دیگر جانوران را در خود می پرورانی. گاو سر جنباند و ماه کشید که چنین باد. پدرم کیومرث که شاهد گفت و شنید آنان بود به فراست دریافت که اهورامزدا این گاو را برای خشنودی شبانان و برزیگران نیافریده، بلکه او از او گاوان و دیگر چهارپایان را پدید می آورد. پس دست نوازش بر سر و روی گاو کشید. گاو دم جنباند و با چشمان بزرگ و سیاهش بر چهره کیومرث خیره ماند. پنداری می گفت هرچند حقیقت تلخ است، آیا تو نیز چون من رضایی به رضای او؟ آغاز حرکت زمین. کیومرث روزی خورشید را گردان و نورافشان دید. دانست که زمین نفس کشیده و بامداد فروردین است. برخاست و با یاد اهورامزدا بر تخت سنگی صیقل افته با سرانگشت خطی کشید. میپنداشت اثر انگشتش روی سنگ میماند که نماند. پس با سنگ تیزی بر آن تخت سنگ خطی کشید تا نشانه‌ای بر آغاز حرکتش باشد. در آب رودخانه نظر کرد. 15 ساله چالاک و نیرومند می‌نمود، با موهای انبوه و بسیار سیاه. درخت سبز را از جهان مینو می‌شناخت. اکنون جوانه زدنش را می‌دید. شکوفه دیگر درختان می‌درخشیدند از تراوت نسیمی که می‌وزید و جان می‌بخشید به آب و صخره و گل و گیاه. همچنین به اندام خودش و گاو ورزایی که پنداری 3 ساله چالاک می‌نمود. کیومرث به جنگل رفت و چون به قامت انسانی بلند بالا آفریده شده بود، جانورانی چون فیل و شغال از هیبتش می‌گریختند. از خود پرسید: آیا آدمیانی که از پی من می‌آیند هم اندازه و شکل من خواهند بود؟ چون پاسخی نشنید، چشم از آسمان برگرفت و به راهش ادامه داد. به کجا؟ نمی‌دانست. گاو هم زبان نداشت تا بگوید می‌داند یا نمی‌داند. برهنه در جنگل و بیشه و صحرا می‌گشت. روزان و شبانش را بر تخت سنگ‌ها شماره می‌کرد. نخستین نکته‌ای که آموخت گذر عمر بود با گردش ماه و خورشید. چون روزان و شبانش با خط‌های باریک 2 برابر انگشتان دستش شد، با خطی بزرگتر از بقیه جداشان کرد.
روزهای بعد انگشتان پایش را به میان آورد. دریافت انگشتان پا و دستش برابر است. بسیار خجل شد که چرا از خود هیچ نمیداند. حالان که دیده بود اهورامزدا هنگام ساختن گیتی نخست آتش را آفرید و فروزش و تابندگی را در آن نشاند. از آتش باد را آفرید و از باد آب را برای مغلوب کردن دیو خشکی آفرید و از آب خاک را پدید آورد. از خود پرسید آیا این دانش ارزشمندتر است یا شناخت جسم و جان خودم و این گاو؟ روزی بر سر کوهی یا تپه‌ای پربرف رو به آسمان فریاد زد که ای ناپیدای خوشرنگ، مرا به چه کار آفریدی؟ مگر خود نگفتی نسل بشر از پشت من پدید می آید؟ پس کو آن جفت همدم و آرامش بخش دل من تا این روزان و شبان مشابه را تنوع بخشد؟ آیا انسان نخستین جهانگرد، نخستین دیندار و نخستین بیکاره در زمین است؟ آیا میبایست در این 30 سال که گذر آن با جهان مینو از زمین تا آسمان متفاوت است، من نیز چون گاو از تنهایی و بی همزبانی به سطوح آیم؟ ستاره شهاب شد و ندا آمد. تو پدر پارسایانی، تو شاه کوههای سر به فلک کشیده‌ای، تو در میان مردمان آینده محبوبی، تو آگاه به اسرار سپهری، تو جهان مینو را با ارواح بسیاری از آدمیان آینده دیده‌ای. پس صبوری پیشه کن و به راه خود برو. گفت تو دریاها را که آفریدی برای دیرپایی و تداومش باد ابر برانگیز را به یاری دریاها گماشتی، آن هنگام که زمین را در میان گنبد آسمان به یک پهنا و درازا و ژرفا پدید آوردی، روی آن با کوهها و تپه‌های بلند و کوتاه پوشاندی و در زیر آن آبهایی روان کردی. آیا هنگامی که گنبد آسمان را از جوهری سخت چون فولاد گداخته حصار عالم کردی و کرانه‌های آن را به روشنی بیکران پیوند دادی تا آسمان چون زرهی باشد بر تن تو در جنگ با اهریمن، هیچ به حال و روز امروزی من می‌اندیشیدی که تازه دریافتم انگشتان دست و پایم برابر است و در دهان دندانهایی دارم برای جویدن؟ یا این گاو شکم بزرگی دارد برای خوردن و شاخ تیزی دارد برای جنگیدن؟ فرمود آری اندیشیدم و تو بایست صبورانه به هر 3 روی و حاصل تجربه ها را بر دل و ذهن خود بسپاری تا روزی به کار تو و فرزندان تو آید. اکنون از این پس تو و آن گاو از آب چشمه های روان پاکیزه بنوشید و از میوه درختان بخورید. تو نیک آگاهی که من قوت گیاهان را به نور خورشید و املاح زمین سپردم و آب را به یاری آنان فرا خواندم تا همگان از آن بهره‌مند شوند. امیدوارم همینقدر که از این کتاب زیبا رو تونستم برایتون بخونم خوشتون اومده باشه و اگر نثر و روایتش رو دوست داشتید تهیه کنید و تا انتها بخونید. به داستان آفرینش زن رسیدیم و وقت من هم تمام شد. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.